زهرا الهام به طور رسمی در کشور استرالیا تغییر دین کرده است. دلیل این کار زهرا الهام چی بوده است؟ زهرا الهام چرا دیگر آهنگ نشر نکرده است؟ آیا به واقعیت زهرا الهام با آریانا سعید دشمنی دارد و رابطه عجیب و باور نکردنی زهرا الهام با جمال مبارز؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند جوان، یکی از هنرمندان خوش صدای افغان بوده است. شهرت و محبوبیت خاص خودش را داشته است. زهرا الهام کارهای هنری بیشماری برای دوستداران و طرفداران صدایش بعد از اشتراک در برنامه ستاره افغان انجام داد. زهرا اولین دختر خانم افغانی بود که توانست در برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون طلوع مقام اول را از آن خود کند. زهرا الهام با کمک آریانا سعید سفرهای مختلف به کشورهای آسیایی می داشت و کنسرت‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کرد. جدیداً زهرا الهام با یک برادرش در کشور استرالیا رفته است و در آنجا با کارهای هنریش مانند قبل ادامه داده است و آهنگ‌های دوگانه پشتو با لیلا خان هنرمند پاکستانی سروده است. ولی جالب اینجاست این روزها تصاویر زهرا الهام با جمال مبارز در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا این دو با هم ازدواج کردند. ولی تا کنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. ولی بگو مگوهای فراوانی وجود دارد که زهرا الهام در کشور استرالیا تغییر دین داده است و به همین خاطر دیگر نمی خواهد آهنگ برای دوستداران و طرفداران صدایش نشر کند. ولی هر کس خودش می داند و زندگی فردیش. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درود دیگر همه شما خوبان را به علای منان سپرده موفق کامیاب باشید.